وقتی حرف استارتاپ و کارآفرینی میشه، معمولاً اون روزهای خوش پولدار شدن و گذروندن تعطیلات طولانی مدت و ساعت کاری کم و منعطف به ذهنمون میرسه. ولی واقعیت چیز دیگه ایه. استارتاپ داشتن یعنی حرکت دائم بین خوشحالی و ترس، بین سرخوشی و هراس. مدیریت استارتاپ یعنی انتخاب بین وحشتناک و فاجعه. کارآفرینی روزهای سخت زیاد داره و این کتاب یک راهنما برای مدیرعامل هاست، برای تصمیم گیری بهتر تو روزهای سخت و کارهای سخت. سختی کارهای سخت از بن هاروویتز. سلام، من امین علیرضایی هستم و تو فصل دوم پادکست پاپیروس تو هر قسمت خلاصه یک کتاب در حوزه استارتاپ رو براتون تعریف میکنم. این قسمت 12 رو رفتم سراغ کتاب سختی کارهای سخت. قسمت قبلی در مورد یه سری تعاریفی از استارتاپ صحبت کردیم و بعد رفتیم سراغ کتاب تست مامان. در مورد تست کردن ایده صحبت کردیم و اینکه اگه بخوایم ببینیم ایدمون خوبه یا بد چطور باید بپرسیم، از کی بپرسیم، چی بپرسیم، چی نپرسیم، چه جوری بپرسیم که نتیجه بگیریم و این حرفا. تو این مسیر راه اندازی استارتاپ فکر کردیم که قبل از اینکه در مورد محصول و تیم سازی و MVP و پروداکت مارکت فیت و بازاریابی و هک رشد و جذب سرمایه و ارزش گذاری و این داستانا صحبت کنیم، اول کتاب سختی کارهای سخت رو تعریف کنیم. البته تو این فصل در مورد همه اون موضوعات صحبت خواهیم کرد، ولی قبل از اون فکر کردیم لازم یک کم در مورد خود مؤسس و دغدغه ها و وظایف و سختی هایی صحبت کنیم که در مسیر کارآفرینی منتظر ماست. یعنی اون جاهایی که دیگه شرکت داره ورشکست میشه، اون جایی که باید افرادی رو استخدام کنی، بعد همین آدمایی که به سختی استخدام کردی رو باید اخراج کنی. در مورد تعادل برقرار کردن بین حوزه‌های مختلف، در مورد بازسازی فرهنگ سازمانی. بنابراین میریم یکم در مورد توسعه فردی، یکم در مورد آماده شدن برای روزهای سخت و تصمیم‌های سخت صحبت کنیم. یعنی اول بریم خودمون رو آماده کنیم برای روزهای سخت، بعد کار رو شروع کنیم. کتاب این قسمت برای این کاره. سختی کارهای سخت، راه انداختن کسب و کاری که هیچ راه ساده‌ای ندارد. نویسنده بن هاروویتز. ما یه نسلی هستیم که اوایل زندگی بدون اینترنت رو تجربه کردیم. کم کم اینترنت های دایل آپ اومد. هر از گاهی با این کارت های اینترنت وصل می شدیم، می رفتیم اینترنت گردی. بعدتر اینترنت فراگیر شد و شاید یه روزی امثال این پروژه متا به نتیجه برسه و زندگی تو اینترنت رو هم تجربه کنیم. اینترنت امروز یه بخش بزرگی از زندگی ماست و خیلی از کارامون با اینترنت حل میشه. اسپانسر این قسمت زیتله. زیتل یک ISP یا اینترنت سرویس پرووایدر. اینترنت های خوب و پرسرعت و نامحدود دارن. اگه تهران یا کرج یا لواسون هستید میتونید از سرویس هاشون برای خونه استفاده کنید یا از سرویس های قوی تر و پوینت تو پوینت بگیرید برای شرکت و محل کار. یه سر به سایتشون بزنید. کافیه توی گوگل سرچ کنید زیتل. نویسنده کتاب آقای بنیامین آبراهام هاروویتز.
سال 1966 در آمریکا به دنیا آمد. در یک خانواده اصالتاً روس، یهودی، کمونیست. پدر بزرگ و مادر بزرگش اعضای رسمی حزب کمونیست بودن. پدر بزرگش معلم بود، ولی این معلمی و عضو رسمی حزب کمونیست بودن با هم یه جا جمع نمیشد. اخراجش کردن. پدرش آقای دیوید هوروویتس هم با همین آموزه های چپ بزرگ شد. بعد اصلا به خاطر همین موضوع شهرشون رو هم عوض کردن. رفتن برکلی که بیشتر جای این مدل فکرها و این مدل رفتار چپ بود. نویسنده از این قسمت داستان زندگیشو شروع میکنه. بعد در مورد دوران کودکی و نوجوانی و جوانیش تعریف میکنه. در مورد محلشون و همسایه هاشون میگه. بعد در مورد اینکه توی تیم فوتبال چطور بود و کلاس ریاضی چطور میگذشت و در مورد موسیقی و دوستای مختلفی که تو هر کدوم از این حوزه ها داشتن و در مورد این حرفا تعریف میکنه. دلیلش برای من خیلی جالبه. میگه این که با نگاه‌های مختلف، با عینک‌های مختلف به دنیا نگاه کنم خیلی به من کمک کرد دیدگاه‌های خوبی داشته باشم. به نظر منم این موضوع واقعا موضوع مهمیه. آشنا شدن با حوزه‌های مختلف ذهن آدم رو باز میکنه. این آقای بن هم ذهنش اینجوری باز شد. خلاصه از آموزه‌های کمونیست شروع کرده تا رسیده به سرمایه‌گذاری خطرپذیر. این کتاب یکی از بهترین کتاب‌ها و یکی از توصیه شده ترین کتاب‌ها تو حوزه کارآفرینی و استارتاپ و کسب و کاره. یه بخشی از محتوای این کتاب حرفاییه که مقدمه برای اینکه وارد موضوع بشیم. یه بخشی هم داستان مسیر شغلی خودشه و یه بخشی از کتاب حرفایی میزنه که هیچ جای دیگه‌ای نخوندیم و نشنیدیم. یعنی واقعا برای من اینجور بود. جنس حرف جنس جدیدی بود. مثلا در مورد اخراج کردن، در مورد شکست ها. خب ما در مورد استخدام کردن حرف زیاد شنیدیم، زیاد خوندیم، ولی در مورد اخراج کردن کمتر جای کتاب هست. ولی این کتاب در مورد این روزهای سخت هم صحبت میکنه. در مورد روزهای سختی که آدم مستحصل میشه. بیشتر از نصف کتاب برای من اینجور حرف هست. یه بخشی از کتاب حرفاش اینجوری هن که با یک زبان دیگری خیلی ساده تر، خیلی صمیمی تر، خیلی راحت تر همون حرفایی رو زده که جاهای دیگه هم میبینیم. ولی چون همه ی حرفاش با مثال خیلی ملموس تره، راحت تر میشه فهمیدش. یه بخش کوچیکی از کتاب هم اطلاعاتی داره میده که به درد آدم ها و بیزنس های میخوره که توی آمریکان. اینجا توی ایران خیلی کاربردی نداره یا مثلا اون روز کاربرد داشته. این بخش آخر مثلا شاید 10-15% باشه. ما این 10-15% آخر رو کار نداریم، ولی بقیه حرفاش واقعا حرفای بی‌نظیریه. از اون کتاباییه که من حاضرم برای بار 3 و 4 هم بخونم. تو این اپیزود تجربیاتی رو خواهیم شنید بی‌نظیر. نویسنده کتاب رو سال 2014 نوشته و توش داستان شروع به کارش، بعد استارتاپ اول، استارتاپ دوم و در نهایت ورودش به حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر رو تعریف میکنه و تو این مسیر هر چی یاد گرفته بهمون میگه. یکمشو هم ما میخوایم اینجا توی این اپیزود بگیم. از روزهای خوش، از روزهای بد، از روزهای وحشتناک، از روزهای سخت، از همه این روزا برامون تعریف میکنه و مثال میزنه تا از مسیری که رفته یاد بگیریم و استفاده کنیم. کتاب رو سال 1395 انتشارات آریانا قلم با ترجمه آقای سعید قدوسی نژاد منتشر کرده. هم محتوای خوبی داره، هم ترجمه خیلی خوبی داره، هم چاپ و کیفیت و طراحی خوبی داره. طراحی روی جلدش هم یه بار عوض شده و 2 مدل ازش داریم. سختی کارهای سخت، راه انداختن کسب و کاری که هیچ راه ساده‌ای ندارد.
از دوران کودکی و نوجوانی نویسنده که بگذریم میرسیم به دوران جوانی. آقای هاروویتز تعریف میکنه زمان دانشجویی یه مدت میره توی یه شرکتی به نام سیلیکون گرافیکس برای کار شرکت هم شبیه سازی بوده، از این جلوه های ویژه و فیلم های مثل ترمینیتور. کار شرکت هم جالب بوده، فضا هم خوب بوده، یا میشه گفت خیلی خوب بوده. خلاصه خیلی دوست داشته اونجا رو. بعد میره درسش رو تموم میکنه، درسش که تموم میشه باز هم برمیگرده همونجا کار میکنه یه مدت. بعد یکی از مدیرای سابقش یه شرکتی میزنه و دعوت به همکاری میکنه بن رو. بن هم میره اونجا کار میکنه که توی یه استارتاپی بوده. میره اونجا میبینه اون شرکته یکی از مدیرای سابق HP رو آورده به عنوان مدیر. بعد شرکت نه واقعا یه شرکت بالغه، نه اینکه یک استارتاپه. یه چیزی اون وسطا خودشونم نمیدونن چیه. خلاصه میگه اونجا بود که فهمیدم مدیریت چقدر مهمه و چقدر تأثیر گذاره. جالبه دیگه، این مدیریت کردن، برنامه ریزی کردن، سیستم سازی، مدیریت فرایند، اینها اینجورین که اگه خوب باشه خوبه دیگه، اوکیه، کسی نمیفهمه موضوع چیه. اگه بد باشه تو ذوق میزنه، آدم میفهمه اینجا کاری اشکالی داره. اون شرکت اولیه سیلیکون گرافیکس همه چی اوکی بوده. آقای بن هم اذیت نشده. اینجا مدیریت ایراد داشته، بن هم اینجوری شده که ادب از که آموختی از بیادبان. اینجا به نظرش اومده مهمه که یه شرکت رو همون مؤسسانش مدیریت کنن. بریم از یه شرکت بزرگ و قدیمی مدیر بیاریم نشد. نسخه چیه؟ اینکه شما که مؤسس هستید، رشته‌تونم احتمالاً فنی یه حوزه‌ایه، باید زحمت بکشید برید مدیریت یاد بگیرید. اگه یاد نگیرید نیروهای خوبتونم میرن، شما هم ورشکست میشید. آقای بن هم از اون شرکت رفت. اینجوریه که میگه من یه سری مشکلات شخصی داشتم، ذهنم هم درگیر کار بود، حقوقم هم کم بود. خلاصه اومدم بیرون رفتم یه شرکت دیگه‌ای به نام لوتوس دیولپمنت. اینجاش خیلی مهم نیست، ذهنتون رو درگیر نکنید. این داستانایی که داریم تعریف میکنیم مال قبل از سال 1995، یعنی قبل از اینکه مرورگر وب به این شکلی داشته باشیم، قبل از اینکه پروتکل TCP/IP به این شکل امروزی گسترده شده باشه. خلاصه خیلی قبل از اینکه دنیا این شکلی باشه که الان هست. یکم ملموس‌تر اگه بگم، مثلا علی دایی تازه رفته بود تیم ملی، توی تلویزیون داشت سریال پدرسالار پخش میشد، یا آلبوم ستاره های سربی تازه منتشر شده بود. حواسمون باشه دیگه، داریم در مورد اون موقع صحبت میکنیم. بن یه روزی متوجه میشه که یه نفری به نام مارک اندرسن محصولی ساخته به نام موزاییک. این موزاییک یه واسط گرافیکی بود برای استفاده از اینترنت که خب خیلی هم کار نوآورانه‌ای بود. در واقع میشه گفت اولین اکسپلورر بود. متوجه میشه که مارک اندرسن و یکی از مؤسسای همون سیلیکون گرافیکس یه شرکتی ساختن به نام نتسکیپ. این مارک اندرسن رو یادتون باشه کلی باهاش کار داریم تا آخر اپیزود. خلاصه کنیم اینجاها رو میره و میگرده و پیدا میکنه، زنگ میزنه، صحبت و مصاحبه و استخدام تو نتسکیپ. اوایلش همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، و تیمشون رو بزرگ کردن، سهامشون رو عرضه اولیه کردن، خیلی هم موفق بودن، ترکوندن توی اون عرضه اولیه. یه عرضه اولیه خیلی استثنایی بود. همه چی خوب و عالی تا زمانی که مایکروسافت اعلام میکنه نسخه بعدی سیستم عامل یعنی ویندوز 95 مرورگر هم داره. اینترنت اکسپلورر خودشم رایگان. 90% سیستم عامل ها هم که مال مایکروسافت و هیچی دیگه، باید تعطیل کنیم ببندیم.
ولی خب نتسکیپ رو تعطیل نکردن. 2 شرکت رو خریدن، ادغام کردن تو شرکت خودشون و به این جنگ با مایکروسافت ادامه دادن. کلی هم نوآوری ایجاد کردن توی فضای وب که حالا به جزئیاتش اشاره نمی‌کنیم. بعد به داستانش اگه برسیم متوجه میشیم که نتسکیپ چقدر یه ترمز بزرگی رو جلوی مایکروسافت گذاشت. کار نداریم، وسطای جا با مارک اندرسن دعواشون میشه، آشتی میکنن. جزئیاتشو بگذاریم دیگه تا اونجایی برسیم که نتسکیپ رو میفروشن به امریکن آنلاین یا AOL. به نظرم این فرایندی که بن هارویتز داخلش قرار گرفت تو مسیر شغلی آیندش و چیزایی که یاد گرفت و اجرا کرد و به ما گفت خیلی موثر بود. یعنی کارمند یک استارتاپی شد که شروع میکنه، رشد میکنه، رقابت میکنه، شکست میخوره، بعد موفق میشه، بعدم IPO میکنن، بعدم میفروشنش. تو این مسیر همراه بود ولی داخل گود نبود دیگه، یه کارمندی بود اونجا. خلاصه شرکت رو میفروشن به AOL و یه مدتی هم اونجا میمونن و کار میکنن برای نتسکیپی که حالا صاحبش AOLه. همونجا که بودن اواخر سال 1998 آقای بن هارویتز ایده‌ای برای کسب و کار به ذهنش میرسه و هوس کارآفرینی و استارتاپ میکنه. با همون آقای مارک ایدهشو مطرح میکنه و 2 نفر دیگر رو هم میارن داخل تیم و در نهایت سال 1999 ایشون برای اولین بار اقدام به کارآفرینی میکنه. استارتاپ اول ایشون لود کلود. ایده شرکت لود کلود رایانش ابری بود. رایانش ابری الان خیلی رو بورسه، عبارت آشناییه، ولی اون روز این خبرها نبود. ابری نبود، کلاودی نبود. هر کسی هم میخواست سایتی را بندازه، کاری انجام بده، سیستم خودشو داشت، سرور خودشو داشت، واسه خودش کار میکرد. بعد اینا که توی AOL بودن مشکلشون این بود که وقتی 2 سیستم رو میخواستن به هم وصل کنن نمیشد، چون هر کدوم از این سیستم‌ها از یک پروتکل خاصی پیروی میکرد، یه مدل خاصی ذخیره سازی میکرد. خلاصه به هم نمیخوردن. همین مشکل رو اینا دیدن، گفتن خب اگه ما اینجا این مشکل داریم احتمالاً بقیه هم هر کی میخواد یه سیستمی رو به یه سیستم دیگه وصل کنه همین مسئله رو داره. چی کار کنیم چی کار نکنیم، بریم یه شرکت بزنیم این مشکل رو حل کنیم. اینجوری شد که آقای بن هارویتز به همراه مارک اندرسن و 2 نفر دیگه راه افتادن، رفتن یه شرکت ثبت کردن و افتادن دنبال جذب سرمایه. سر اون پروژه جذب سرمایه برای نتسکیپ همه جا رفته بودن، صحبت کرده بودن و مارک همه سرمایه گذارای سیلیکون ولی رو میشناخت، دیگه توی این کار خبره شده بود. بنابراین جذب سرمایه اولیه کار سختی براشون نبود. 6 میلیون دلار خود مارک آورد، 15 میلیون دلار از شرکت بنچمارک کپیتال گرفتن. خلاصه شرکت راه افتاد. راه افتادن که چه عرض کنم، اینجوری بود که هیئت مدیره به بن که شده بود مدیر عامل لود کلود گفته بودن فکر کن تأمین سرمایه هیچ هزینه‌ای نداره، هیچ دردسر و مشکلی نداره، فقط گاز بده، برو جلو، برو ببین شرکت رو میخوای چجوری اداره کنی، کار رو پیش ببر، سرمایه تأمینه. خلاصه سرتون رو درد نیارم، 2 ماه بعدش هم 45 میلیون دلار دیگه وام گرفتن. وام که میگم وام ها، واقعا وام. وثیقه که نداشت، قسطش هم از 3 سال بعد شروع میشد. احتمالاً در مورد درصد و ایناش هم میتونیم پیش بینی کنیم دیگه. درصد سودش هم یه درصد خیلی پایینی بوده. این موضوع انقدر معقول بوده که خودش اصلا تو کتاب نیاورده، ولی ما توی این فضا اگه بخوایم بررسی کنیم با اونجا مقایسه کنیم میفهمیم که وام 20% با وام 5% 2% فرق میکنه. یه چند لحظه از کتاب دور شیم، باز برمیگردیم. یه 2 تا چارت ساده اگه بکنیم، اون 6 میلیون دلار و اون 15 میلیون دلار و این 45 میلیون دلار، یعنی 66 میلیون دلار
میشه تقریباً حدود 53,000 ماه حقوق پایه تو آمریکا. یعنی اگه بخوایم به نرخ ایران حساب بکنیم و حقوق پایه توی ایران رو بگیریم 3.5 میلیون، میشه یه چیزی حدود 185 میلیارد تومان. حالا البته شاید این مقایسه خیلی دقیق نباشه، ولی میتونه این رو نشون بده که واقعاً خیال بن رو برای یه مدتی از سرمایه و پول راحت میکنه. بنابراین توی اون مقطع برای شروع واقعا به نظر میرسه که جذب سرمایه براشون کار راحتی بوده و باید دنبال حل سایر دغدغه ها می بودن. بگذاریم برگردیم به کتاب. خلاصه بعد از این جذب سرمایه شدیداً و سریعاً شروع میکنن به جذب نیروی انسانی. میگه 9مین نفری که جذب کردیم مسئول کارمندیابی بود و نفر 13 دیگه رسما شد مسئول منابع انسانی. ماهی 30 نفر جذب کردن و 6 ماه بعد از راه اندازی 200 نفر نیرو داشتن. طبیعتاً همچین رشدی توی عملکرد مالی هم موثره و توی 3 ماه بعدی 27 میلیون دلار قرارداد جدید بستن. یه نکته هم بگم، اونم اینه که این زمانی که رشد اینها اتفاق میفته همون موقعیه که همه شرکتایی که آخر اسمشون .com داره یا اول اسمشون ای داره، یعنی یک کسب و کار اینترنتیه، دارن رشد میکنن و سهامشون گرونتر میشه. بله، همون حباب .com. دیگه جزئیاتشو نگم. رشد ریسک هم داره، هزینه هم داره، دردسر هم داره. منابع انسانی جذب کنیم طبیعتاً جا لازم داره، باید دفترتو بزرگ کنی. تو این 9 ماه 3 بار دفتر عوض کردن و اساس کشی و دیگه خلاصه همه شواهد نشان از رشد و خوبی و خوشی داشت و به نظر می رسید معرکه ترین کسب و کار داره ساخته میشه که سقوط .com اتفاق افتاد. این سقوط .com تو سال 2000 و همچنین بحران‌های مالی سال 2008 برای بیزنسمن‌های آمریکایی و اروپایی و بین‌المللی خیلی کابوس بزرگی بوده. نتیجهش همینه که هر کی بعد از اون سالها کتابی تو حوزه کسب و کار نوشته یه اشاره‌ای به این موضوع کرده. حالا یا یه کار بزرگ و مهمی کرده، درسی ازش گرفته، یا داشته شکست میخورده، یه کاری کرده نجات پیدا کرده از اون درس گرفته، یا شکست بزرگی خورده درسی ازش گرفته که اون درس رو کتاب کرده برای ما. مثلا اریک ریس نویسنده کتاب نوپای ناب هم همون موقع تازه کارآفرینی رو شروع کرده بوده که با ترکیدن حباب .com همه چیز به فنا میره و به هم میریزه. خلاصه هر کی یه جوری یه درسی گرفته این درس رو نوشته که ما هم یاد بگیریم. فکر میکنم این مقطع حساس کنونی هم که ما الان درگیرش هستیم، البته ما که همیشه درگیر مقطع حساس کنونی هستیم، ولی این مقطع حساس کنونی رو همه دنیا درگیرشه، یعنی شیوع جهانی ویروس کرونا، یه همچین وضعی باشه. یعنی تو کتاب‌ها و داستان‌ها بعدن که برگردیم به این سال‌ها، تو کتاب‌ها و داستان‌ها اشاره خواهند کرد که سال 2020 اینجوری شروع شد و یه همچین بحرانی اتفاق افتاد و تو اون سالها اقتصاد بعضی از کشورها اینجوری کوچیک شد و بعضی کشورهای دیگه اونجوری رشد کرد. بگذاریم خلاصه این که بعد از این سقوط .com همه چیز تحت تأثیر قرار گرفت و بازارها کوچک شدن و به خصوص بازارهای کسب و کار آنلاین شدیداً ضرر کردن و البته سرمایه گذارها هم دیگه محدود شدن. اینا هم تو شرکتشون اون 66 میلیون دلاری که داشتن رو، یعنی همه سرمایه‌ای که جذب کرده بودن رو به علاوه همه درآمدایی که توی این 9 ماه درآورده بودن رو همه رو خرج کردن و هیچی دیگه. آقای بن اولین بار احساس میکنه کم کم داره کم میاره. البته واضحه که این دفعه آخری نبود که این احساس رو پیدا میکنه دیگه. دیگه اینجوری شده بود که میزان فروش شرکت رشد فزاینده که نداشت هیچ،
تارگت ها هم محقق نمیشد، اونم هیچ، 3 ماهه سوم سال 2000 تقریباً به اندازه 1/3 تارگت فروش داشتن. یعنی این سقوط از اون چه که فکر میکردن هم فاجعه بارتر بود. نویسنده این داستانا رو تعریف میکنه که ما بدونیم از این مسیر گذشته. یه حسنی که داره اینه که ما میفهمیم وقتی توی یه همچین نقطه‌ای گیر افتادیم باید چی کار کنیم. ضمناً دونستن این که این نویسنده این کتاب این مسیر رو پشت سر گذاشته، حالا اومده نشسته داره کتاب مینویسه، برای ما قوت قلبیه. این چیزایی که یاد میده رو راحت تر میپذیریم و ازش قبول میکنیم. یکی از حرفایی که میزنه در مورد زمان رشد شرکته. بن میگه وقتی لودکلود رو راه انداختم و شرکت شروع کرد به رشد کردن، یه سری از دوستام که بهشون اعتماد داشتم اونا رو برداشتم آوردم استخدام کردم. البته طبیعتا اینا خیلی متخصص و خبره اون حوزه دقیق نبودن، ولی خب معتمد بودن و لطف داشتن به من، پا شدن اومدن با هم کار کنیم. بعدش هم اتفاقا کلی پرتلاش بودن و زحمت کشیدن، رفتن خیلی چیزا یاد گرفتن، شب و روز کار کردن، کلی از خودگذشتگی به خرج دادن. ولی همینطور که داشتیم رشد میکردیم و بزرگتر میشدیم، کم کم به نظر میرسید که تو بخش‌های مختلف آدم‌های متخصص‌تر، آدم‌های مدیرتر لازم داریم. این نقطه حساس و عجیبیه. این مشکل که آقای بن باهاش مواجهه، میتونم بهتون قول بدم 100% شرکتایی که در حال رشد هستن یه روزی تو این موقعیت قرار میگیرن، با همین مشکل مواجه میشن. حالا یه وقتی حس میکنن این مشکل رو دارن، یه وقتی اصلا حس نمیکنن با این مشکل مواجهن. اونایی که حس نمیکنن با این مشکل مواجهن، تو این مسیر رشد ترمزشون کشیده میشه. یعنی وقتی حس نمیکنن این مشکل رو دارن و فکر میکنن که با همین افرادی که داریم کار میکنیم و ادامه میدیم و بضاعت ما همین و ما همینیم و روش ما همینه، خب طبیعتاً تو همون چارچوب هم میمونن. ولی اونایی که متوجه میشن مسئله چیه، باید یک تصمیم سخت بگیرن. خلاصه این که آقای بن هم اوایل چند تا از دوستاشو دعوت میکنه میان برای کمک و جزو مدیران ارشد میشن. یعنی اون روز اول یکی از دوستاش یکی رو معرفی کرده مثلا که بیاد کارهای فروش رو انجام بده. اتفاقا آدم خوبی هم بود، با هم شروع کردن به کار، با هم رشد کردن. یا مثلا برادر یا خواهر یا یکی از فامیلای نزدیکش رو که حساب کتاب بلده میاره که حساب کتابا رو نگه داره یا حواسش به پولا باشه. بعد که شرکت رشد میکنه عنوان مدیر مالی یا مدیر ارشد مالی رو هم بهش میده. ولی بعد که شرکت رشد میکنه دیگه مدیر مالی یه شرکت بزرگ یه سری وظایفی داره که ایشون از پسش بر نمیاد. اینجا دیگه آدم نمیدونه باید چی کار کنه. یعنی واقعا موقعیت سختیه دیگه. نه ایشون میتونه حسابدارای خوبی جذب کنه، نمیدونم سرپرستای مالی خوبی جذب کنه، نه میتونه به خوبی مدیریت کنه، نه میتونه مشکلات مالی و اقتصادی رو حل کنه، نه میتونه بودجه ریزی کنه، نه میتونه بره تسهیلات بگیره، هیچی. از اون طرفم نمیشه یه نفر دیگر رو ورداری بیاری بگی ایشون مدیر مالی جدیدن، شما پاشو بشین مثلا تو اون اتاق کوچیک‌تره، شما زیر مجموعه ایشون باش، دیگه جزو مدیرای ارشد ما نیستی. نمیشه که اینجوری، این کارو نمیشه کرد، سخته. اونجوری هم که کارا پیش نمیره. خلاصه موقعیت بزرگی پیش میاد که باید یه تصمیم سخت بگیری. آقای بن البته میگه که میشه، خوبم میشه، ناتونلی میشه، با تو اصلا لازمه که این کارو بکنی. اولین حرفی که میزنه اینه که اگه به این فکر افتادی، اگه این موضوع زده به سرت که همچین کاری لازمه، اگه این سوال برات به وجود اومده، معنیش اینه که وقتشه. خودتو به اون راه نزن، وقتشه که این کار رو انجام بدی. حالا چجوری شو؟ بریم ببینیم بن چجوری این کار رو انجام داده، ما هم یاد بگیریم.
یه نکته داخل پرانتز بگم، این اتفاق طبیعیه که بیفته. اگه شرکتی بخواد رشد کنه، تو مسیر رشد باشه، قطعاً این اتفاق میفته. اگه یه وقتی یکی از واحدها یه جوری شد اون نفر تونست خودش رو رشد بده و باعث ایجاد تغییر و تحول بشه، خدا رو شکر. ولی معمولاً این اتفاق نمیفته. حالا که نمیفته، ما باید با خودمون، با اون نفر، با شرکتمون صادق باشیم و مصالح جمعی رو ترجیح بدیم. مصالح جمعی رو به مصالح فردی اون دوستمون ترجیح بدیم. شرکتی که شده 200 نفر، همه چرخاش باید خوب بچرخه که بتونه خوب کار کنه دیگه. حالا من یکی از مدیرای ارشدم رو چون باهاش رو درواسی دارم، چون گناه داره، چون دوستش دارم، چون فامیلمونه، اگه همونجا حفظ کنم سر جاش و نیروهای لایق‌تر و بروزتر رو نیارم، دارم به خودم و شرکتم و اون 199 تای دیگه و البته به خود ایشون ظلم میکنم. پس باید این کار رو انجام بدیم. این حرفی که میزنم سخته ها، میدونم. این کتابم در مورد کارهای سخت دیگه کلن. خلاصه ما تو مسیر رشد احتمالاً یه جایی به این میرسیم که مجبور میشیم به اون دوست و همراهمون که روز اول کار رو باهاش شروع کردیم و جزو مدیران ارشد بوده بگیم شرمندتم، ولی از امروز ایشون جای شماست. این حرف رو اگه بخوایم بزنیم، اولاً باید احتمالاً آمادگی از دست دادن ایشون رو داشته باشیم. یعنی ممکنه که ایشون از پیش ما بره. موضوع بعدی اینه که ایشون احساساتی میشه و ما باید احساس ایشون رو به رسمیت بشناسیم. یعنی چی؟ کتاب میگه با این کار فرد هم احساس خجالت میکنه، مثلا جلوی دوستاش، همکارای دیگه، خانواده، جلوی اینا احساس خجالت میکنه، هم این که حس میکنه بهش خیانت شده. اینها حسای کاملا قوی هستن که به اون فرد دست میده دیگه. طبیعی هم هست، ما نباید بگیم نه نباید به تو همچین حسی دست بده و اینها نیست. کاملا طبیعیه که هر فردی تو همچین موقعیتی قرار بگیره همچین حسی بهش دست بده. به خاطر همین حسای قوی و منفی که وجود داره، ما باید سعی کنیم این احساسات رو مدیریت کنیم. مدیریتش چجوریه؟ این که وارد بحث‌های احساسی نشیم. خیلی جدی، خیلی منطقی. وقتی تصمیمی گرفتیم باید اون تصمیمی که گرفتیم رو اعلام کنیم و البته توضیح بدیم که دلیل این کار چیه. ولی توضیح دادن سر جاش، صحبت سر جاش، هنوزم مهمترین کار اینه که ما باید تصمیم بگیریم میخوایم این کار رو بکنیم یا نه. طاقتشو داریم که ایشون سازمان رو ترک بکنه یا نه. اگه طاقتشو داریم که اوکیه، اگه طاقتشو نداریم نباید وارد این بازی بشیم و وارد این صحبت بشیم. پس اول باید این تصمیم رو به صورت قطعی بگیریم. کار دوم اینه که در مورد مسیر شغلی آینده این دوستمون هم باید تصمیم گرفته باشیم. بعداً باهاش صحبت کنیم. یعنی چی؟ یعنی ساده ترین فکر اینه که من میرم یک مدیر خرید میارم، بعد به دوستم که تا حالا مدیر خرید بوده میگم حالا شما میشی زیر مجموعه ایشون، کارشناس خرید. ساده ترین کار اینه. ولی بن میگه ترجیحاً این کار رو نکنید، چون این یک تنزل قطعی و رسمیه. هیچ جور دیگه‌ای هم نمیشه برداشت کرد. شاید بهتر باشه مثلا ایشون رو منتقل کنیم به یک واحد دیگه یا اصلا یک بخش جدید درست کنیم برای ایشون. البته این کار یعنی منتقل کردن به یک بخش جدید هم معجزه نمیکنه ها. ممکنه بازم فرد مقاومت کنه، بگه نه من همین کار خودم رو میخوام، اگه اینجوریه من میرم، خلاصه ناراحت بشه. ولی به نظر میرسه تو بیشتر حالات نتیجهش بهتر از اینه که تو همون واحدی لول بره پایین، بشه زیر دست مدیر جدید. یه نکته هم داخل پرانتز بگم که نظر خودمه. این موضوعی که میگیم منکر رشد و توسعه مدیران ارشد نیستا. ما طبیعتاً تو هر سازمانی، تو هر شرکتی باید به مدیران ارشدمون کمک کنیم رشد کنن، قوی‌تر بشن، آپدیت تر بشن. شرط اولش هم اینه که خودمون رشد کنیم، آپدیت تر بشیم ها.
اگه خودمون رشد نمی‌کنیم، آپدیت نمیشیم، مطالعه نمی‌کنیم، نمیتونیم از مدیرامون بخوایم این کارو بکنن. معمولا اینجوریه که ما خودمونم باید رشد کنیم، مدیران ارشد سازمان رو هم باید ازشون بخوایم و بهشون بگیم که چجوری، چه تو حوزه تخصصی خودشون چه تو مدیریت کردن، برن رشد کنن و یاد بگیرن. توی بیزنس‌های سنتی که سرعت تغییرات کمتره، به نظرم اینجوری میاد که بیشتر میشه منتظر موند، میشه بفرستیمشون دوره، بعد صبر کنیم اون چیزایی که اونجا آموختن رو بیارن آزمون و خطا کنن، یاد بگیرن توی کار چجوری باید انجام بدن. ولی توی استارتاپ‌هایی که سرعت تحول بازار زیاده و رقبا هم با حد اکثر سرعت دارن میرن، یه وقتایی بعضیا جا میمونن دیگه. حرف کتاب اینه که اگه یکی از مدیرای شرکت ما جا موند، ما نباید به پاش بسوزیم و از رقبا جا بمونیم. پرانتز بسته، برگردیم به کتاب. یکی از نکات مهم در مورد کتاب اینه که هم در مورد استراتژی ها صحبت میکنه، هم در مورد یه سری از تاکتیک ها و حتی گاهی در مورد یه سری از جزئیاتی، مثلا اینکه توی جلسه لحن صحبتتون چجوری باشه، با چی شروع کنین صحبت رو. مثلا اونجایی نیست که جمله هاتون رو با فکر میکنم و به نظرم میرسه و دوست دارم و اینها شروع کنید جملاتتون. و اینا جمله های خوبی نیستن. حرف رو خیلی جدی، خیلی منطقی اینجوری شروع کنید و پیش ببرید. به این نتیجه رسیدم که به این نتیجه رسیدم مهمه. مثلا به این نتیجه رسیدم که مثلا ما تو حوزه بازاریابی نیاز داریم با سرعت بیشتری پیشرفت کنیم و نیاز داریم کسی که تو حوزه دیجیتال مارکتینگ سابقه اجرای کمپین‌های بزرگ و میلیاردی داشته باشه این واحد رو مدیریت کنه. شروع کردن جمله با من به این نتیجه رسیدم یا تصمیم گرفتم یا قرار شده که قطعیت موضوع رو نشون میده و باعث میشه توی یه بحث فرسایشی که نه اینجوری نیست اینجوریه و اینها نیفتیم، توی صحبت‌های احساسی نیفتیم. فکر میکنم و دوست دارم و به نظر میرسه صحیح نیست. حرف بعدیش اینه که از کمک‌هایی که کرده و زحمت‌هایی که کشیده تشکر کنید، تقدیر کنید و صادقانه و شفاف بهش بگید این کار برای رشد شرکت در آینده است، به خاطر یه سری ایرادایی در گذشته شما نیست. یه پیشنهاد خیلی جالبی هم میده، میگه جابجا شایع کردید به یه واحد دیگه یا مثلا یه واحد دیگه براش درست کردید و جابجاش کردید به اونجا، یه مقداری هم بهش افزایش حقوق بدید. این کار شدیداً میتونه روی اون احساسات منفی فرد تأثیر بگذاره. خلاصه این رشد که میگیم تو حرف ساده است. میگیم شرکت یه دفعه شد 200 نفر، ولی تو دل این رشد هایی که توی 6 ماهی شرکتی از 0 بشه 200 نفر، از این جور کارا هم هست، از این جور تصمیمات سخت هم هست. ما باید آماده این تصمیمات سخت باشیم. کجا بودیم؟ تا اونجای داستان رسیدیم که سقوط داتکام اتفاق افتاد و وضع خراب شد. دیگه سرمایه‌گذارها علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری نداشتن. اینا هم توی شرکت اون 66 میلیون دلار رو همه رو خرج کرده بودن و دنبال سرمایه میگشتن. کار سختی بود، ولی به هر وضعی که بود توی یه راند دیگه 120 میلیون دلار جذب کردن. اینطوری میتونستن یه مدت دیگه راحت باشن و بتونن کار کنن. ولی مسئله اینه که شرکت بزرگ شده بود و هزینه ها زیاد. اینجوری شد که باز 3-4 ماه دیگه باید یه راند دیگه جذب سرمایه میکردن. خیلی هم گشتن، خیلی هم تلاش کردن، ولی این بار به نتیجه نرسیدن. تو جذب سرمایه خصوصی به نتیجه نرسیدن و اینجوری شد که راه حل بعدی شد IPO شدن. با اینکه آماده نبودن رفتن برای جذب سرمایه عمومی. این قسمت باز از اوناییه که داستانش احتمالاً به درد استارتاپ های ایرانی نخوره، حداقل
استارتاپ هایی که توی فازهای اولیه هستن، چون رفتن تو بورس ایران خیلی کار ساده‌ای نیست. برای همین دیگه وارد جزئیات داستانش نمیشیم و داستانش رو تعریف نمی‌کنیم. خلاصه و نتیجهش اینه که نهایتاً عرضه عمومی رو انجام میدن و نتیجه نه خیلی خوب نه خیلی بد، یه جوری متوسط کار انجام میشه و هر سهم رو $6 میفروشن و کلی سرمایه جذب میکنن و خلاصه میرن جلو، ولی باز کم کم اوضاع بدتر میشه و هر سهم میشه $2. یه قراردادی داشتن با دولت بریتانیا که همه امیدشون به اون بود. 11 سپتامبر القاعده هواپیما رو میدزده و میزنه به برج‌های تجارت جهانی و باز همه چی به هم میریزه. از اون به هم ریخته‌ای که بود بیشتر به هم میریزه. اون قراردادم کنسل میشه. بعد یکم میگذره، شرکت رقیبم ورشکست میشه. خلاصه اینجوری میشه که باز آقای بن به فکر چاره میفته. چیکار کنیم چیکار نکنیم، بریم یه شرکتی رو بخریم نخریم. حتی خرید یه استارتاپی رو تا یه مراحلی پیش میبرن، بررسی میکنن، به نتایج هم میرسن، لحظات آخر برمیگردن و این کار رو نمیکنن. باز دوباره میرسه به اینکه چه کنم چه کار کنم. یه چیزی هم بگم، این کاری که اینجا انجام دادن در اصل چه کنم چه کار کنم نبود، چه کنیم چه کار کنیم بود. جاهای مختلف توی داستان به وفور اسم میبره، از بیل کمپل و جان اوفارل و مارک اندریسن، که تو اون موقعیت‌های سخت چجوری شد، اونا چی گفتن من چی گفتم، من ایمیل زدم اونا رفتن جلسه اومدن به من اینو گفتن من اینو بهشون گفتم، بعد با هم جلسه گذاشتیم. مثلا چقدر خوب بود که جان اونجا پیش ما بود، مارک اگه نبود چی میشد، بیل اصلا یه تکیه‌گاهیه. درسته این کتاب رو بن هارویتز نوشته، مؤسس و مدیرعامل لودکلود، درسته درس‌هاش در مورد مدیرعامل بودنه، ولی حقیقتاً تو حرف‌ها و رفتارها و مسائل مختلفی که میگه کار تیمی موج میزنه. کار تیمی یک موضوع مهمیه. ما توی یکی از اپیزودهایی که توی همین فصل خواهیم داشت، وقتی برسیم به کتاب مزیت، در مورد این موضوع مفصل صحبت خواهیم کرد. موضوعی که توی این کتاب داره به ما یاد میده یک کار فردی و چه میدونم قهرمانانه نیست. اتفاقاً همین الان کسب و کاری دارن که اگه بریم سایتشون رو ببینیم یه صفحه‌ای داره به نام تیم، بعد عکس همشون هم هست، خیلی همه مثل همه یه لول به ترتیب حروف الفبا. حالا اینجا بیزنس‌های ایرانی اینجوری هن که عکس مؤسس رو بزرگ میذارن اون اول صفحه، بعد زیرش سایر شرکا و اعضای هیئت مدیره، بعدش باز مدیرا با عکس یه لول کوچیک‌تر، بعد بقیه کارکنای شرکت هم یا مهم نیستن اصلا نمیذارنشون، یا اینکه عکسشون رو کوچیک‌تر میذارن که این تفاوت دیده شه بالاخره دیگه. کار نداریم، حرفمون اینه که اونها اهل این کارا نبودن و نیستن. برگردیم به داستان. اینجوری شد که وضعشون خراب شد و کم کم داشتن میرفتن سمت ورشکست شدن. خلاصه اینکه بن با جان مشورت میکنه، با بیل مشورت میکنه و تصمیم میگیرن شرکت رو بفروشن. خیلی تصمیم سختیه، نه؟ خیلی شهامت میخواد فکر میکنم. من به وفور دیدم فاندرایی که عاشق ایدهشون میشن، بعدتر عاشق شرکتشون میشن. بعد فازی میشه که این اصلا بچه منه، این شرکت بچه منه و هیچ وقت رهاش نمیکنم و زندگیمو پای این شرکت گذاشتم. حالا فروش شرکت که بماند، مثلا میگی 20% سهام شرکت تو بفروش، سرمایه جذب کن، کار تو راه بنداز. اینم حتی خیلیا قبول نمیکنن. ولی میبینیم که خیلیا هستن که ناتونلی سهام میفروشن، سهامشون رقیق میشه، مسئله‌ای ندارن، مشکلی ندارن. متأسفانه اصلا شرکتشون رو میفروشن از پایه، کلشون میفروشن بره، هیچ مشکلی هم نداره، عیبی هم نداره.
بیزنس دیگه. احساسات این مدلی و بچمه و اینا رو باید بذاریم کنار دیگه. خلاصه اینا میرن بررسی میکنن اکوسیستم رو، میبینن 3 شرکت هستن که احتمال داره به خرید لودکلود علاقه‌مند باشن: IBM، کیبل اند وایرلس و EDS. یه سری جزئیاتی هم توضیح میده. مثلا میگه اولش که مطرح کردیم EDS علاقه‌ای نشون نداد. بعد رفتیم چارت سازمانی EDS رو پیدا کردیم، تحقیق کردیم، فهمیدیم فلانی آدم تاثیرگذاری آگاه هم هست. رفتیم با اون جلسه گذاشتیم. خلاصه IBM هم علاقه نشون میده، میان میرن کلی جلسه و بگیر و ببند و در نهایت لودکلود با قیمت 63 میلیون دلار به تملک شرکت EDS در اومد. فروختن شرکت معنیش این بود که 150 تا کارمندی که با اون همه دردسر جذب کرده بود باید میرفتن برای EDS کار کنن. 140 تا دیگه هم اخراج میشدن. خلاصه اینکه اینا لودکلود رو فروختن ولی مالکیت معنوی آپسویر رو نگه داشتن برای خودشون، نفروختنش. آپسویر چیه؟ اون نرم افزاری که باهاش لودکلود رو مدیریت میکردن. یعنی در واقع یک بخش اصلی کسب و کار رو فروختن به یه شرکت نسبتاً بزرگ ولی اون نرم افزاره رو برای خودشون نگه داشتن. حالا وقتی EDS لودکلود رو داره یه نرم افزاری میخواد که مدیریتش کنه دیگه. نرم افزار چیه؟ آپسویر. حاضر و آماده. چند؟ سالی 20 میلیون دلار. چی شد؟ حالا بن و دوستاش میتونن یه شرکت نرم افزاری داشته باشن که همین الان یه مشتری دست به نقد داره که حاضر سالی 20 میلیون دلار بابتش پول بده. زندگی شیرین میشود. همونطور که ملاحظه کردید خیلی ساده و راحت توی یه دونه پاراگراف دیدیم که لودکلود داشت ورشکست میشد، فروختنش و از تو دلش یه شرکت دیگه‌ای در اومد به نام آپسویر. ولی این کار به این راحتی ها نبوده، دشواری های خاص خودشو داشته. این کتابم که کلا در مورد همین دشواری هاست دیگه. یکم در مورد سختی های این مرحله و این دوران صحبت کنیم. این که میگم کتاب یه حرفایی داره که هیچ جای دیگه‌ای پیدا نمی‌کنیم نمونهش همینه. تعداد متنابهی کتاب هست در مورد استخدام. همیشه هم حرفش هست، سوالش هست، دغدغش هست، مشاوره میگیرن، فرم دارن، فرآیند دارن، ولی در مورد اخراج کردن هیچی. حالا البته کتاب از عبارت روش درست برکناری کارکنان استفاده میکنه، ولی خودمونشو بگیم همین اخراج دیگه. این باز یه چیزیه که برای خود من خیلی آموزنده بود. نکتهش هم این که اون روزی که آدما میخوان کاری رو شروع کنن، حالا چه مشارکت چه استخدام فرقی نداره، همه نگاه ها مثبت، همه حرف ها قشنگه، حرف از رشد و پیشرفت میزنن. اگه اینجوری بشه اینقدر حقوقته، این پوزیشنته، اگه اینجور بشه پاداش میدم، اگه اونجور بشه سهام میدم. نه حرفی از روزای تلخ میزنن نه بهش فکر میکنن. یکی از چیزایی که من تجربهش هم کردم و از این کتاب هم یاد گرفتم اینه که به این روز هم فکر کنیم، در موردش صحبت کنیم. موضوع اینه که اگه فکر نکنیم، اگه به توافقی در مورد اون روز نرسیم، هر دو طرف ضرر خواهیم کرد. به همین دلیله که شرکت که یه عالمه تعدیل نیرو داشته باشه دیگه انگار رو به زوال و شکستش حتمیه. ولی لودکلود وقتی 400 نفر از نیروهاش رو تعدیل کرد و تبدیل شد به آپسویر، بازم تونست برگرده و جون بگیره و رشد کنه. حالا چجوری؟ تا یه چای برای خودتون بریزین براتون میگم. چشماتو وا کن، یه نگاه به خودتو دنیا کن. اگه یه هدف تو دلت باشه، میتونه کل دنیا تو دستای تو جاشه. جاده دنیا
میسازه واسط کابوس و رویا، یکی بیداره و یکی خوابه، راه تو مشخص کن این یه انتخابه. اگه ابرای سیاه دیدی، اگه از آینده ترسیدی، باشو و پرواز کن تو فوقای پیش رو. اگه به سرنوشت میبازی، تو بخوای فردا رو میسازی، از دستاتو ببر بالا و بگو دوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی رو، خوب یا بد، اگه آسون یا سخت، ناامید نمیشم چون دوست دارم زندگی رو. یکی از مشکلات ما اینه که وقتی میخوایم آقای X رو اخراج کنیم به یک رابطه دو طرفه بین من و X فکر میکنیم، در صورتی که اینجا یه بازی دو نفره نیست. من هستم، X هست، همه کارمندای دیگه به جز X هم هستن. اتفاقاً اونان که مهمن. یعنی چی؟ یعنی وقتی میبینن که دوستشون بی دلیل اخراج شده دیگه دلیلی برای از خودگذشتگی و اینها ندارن. خب اینجا یه ذره توضیح اضافه میخواد. اگه شما قبل از این سابقه اخراج کردن داشته باشید، احتمالاً اون جمله قبلی رو که میگفتم پیش خودتون گفتید که خب من که بی دلیلیش که اخراج نکردم. هر کس رو اخراج کردم دلیل داشته، دلیلش خیلی منطقی و قانع کننده بوده. ولی حرف اینه که اون دلیل رو شما میدونی، از نظر شما هم منطقیه، ولی آیا اون کارمند X هم میدونه؟ آیا اون کارمند Y که تا دیروز کنار کارمند X کار میکرده، آیا اون میدونه دلیل این اخراج چیه؟ اگه بدونه و از نظرش منطقی باشه، فرهنگ شرکت یک پارچه میمونه و مشکلی نیست. ولی اگه ندونه دیگه اوضاع خراب میشه. برای اینکه اوضاع خراب نشه و به روش درستی اخراج کنیم، باید 6 تا اصل رو رعایت کنیم. این 6 تا اصل چی هن؟ اول اینکه نگاهمون باید رو به جلو باشه. یعنی یه جایی که شرکت توی یه مشکلی گیر میکنه که راه چاره‌ای به جز تعدیل نیرو یا اخراج یه نفر نیست، باید رو به جلو نگاه کنیم. دوم اینه که نباید معطل کنیم. یعنی به محض اینکه به این نتیجه رسیدیم فوراً عمل کنیم، چون از رفتارها و حرفهای یواشکی میفهمن بعد بد میشه. مدت زمان بین اینکه به نتیجه برسیم و زمانی که عمل کنیم باید تا جایی که میشه کوتاه باشه. بیل میگه ما خودمون 2 بار تجربه بد داشتیم، دفعه سوم یاد گرفتیم این موارد رو. سوم اینه که دلیل این کار رو باید بدونیم و به طرف هم بگیم. ممکنه فکر کنید این که خیلی ساده است، ولی اتفاقا خیلی سخت و خیلی مهمه. خیلی‌ها عادت دارن خودشونو گول بزنن. مثلا شرکت رسما به مشکل خورده، بعد مجبور 40% نیروها رو اخراج کنه. تو همین شرایط یکی از اعضای هیئت مدیره میگه اشکالی نداره اصلاً، این خیلی فرصت خوبیه که کارهای شرکت رو راستوریز کنیم، یکم چابکتر ارائه بدیم. من نمیفهمم این راست چه اشکالی داره که بعضی‌ها تا میتونن دروغ میگن. صاف ساده برگردیم بگین آقا به مشکل خوردیم، شکست خوردیم، موقعیت سختیه. خلاصه کتاب میگه خودتونو گول نزنین، همونی که واقعیت همونو بگین. صداقت محض و شفافیت چیزیه که بارها و بارها بهش اشاره میکنه و اوصیکم به صداقت. این صداقت، این شفافیت باعث میشه ملت شما رو باور کنن. اگه تو این موقعیت راستشو بگین ملت شما رو باور میکنن. 4 روز دیگه که واقعا یه موقعیتی حساسی شد اونجا هم باور میکنن. مثلا یه جایی میشه یه هفته 10 روز 2 ماه 6 ماه باید شبانه روز کار کنیم که از یه بحرانی عبور کنیم. اگه تو موقعیت‌های خاص صادقانه رفتار کرده باشیم تو اینجور موقعیت‌ها هم باورمون خواهند کرد. 4م اینه که مدیرا باید خودشون اخراج کنن.
اینکه مثلا این کار رو بندازیم گردن منابع انسانی، مثلا مدیر اداری باهاشون صحبت کنه اخراجشون کنه، نمیشه. باید مدیراتون رو آموزش بدین کارهای سخت رو هم خودشون انجام بدن. بنابراین شما به عنوان یه مدیر که اون آدم رو استخدام کردی، تا حالا مثلا 4 سال هر روز با هم کار کردین، صحبت کردین با هم، بهش گفتی چی کار کن چی کار نکن، روزی 2 بار تعریف کردی، روزی 2 بار ایراد گرفتی. اینجا وقتی روز سخت میشه هم خودت باید باهاش صحبت کنی و بگی موضوع چیه. این نکتهش بود، ولی به نظر من دلیلش خیلی مهمتر و جالبتره. کتاب میگه یادتون باشه وقتی دارید کسی رو اخراج میکنید، ایشون احتمالاً تمام خاطرات تلخ و شیرین و هر روزی که اومده اینجا کار کرده رو یادش نمونه. ولی اگه قرار باشه یه روز و فقط یه روز رو یادش بمونه، اونم همون روز اخراجشه. اون روزی که یه نفر باهاش صحبت میکنه میگه ممنونم خسته نباشین از فردا نیا سر کار، اون یه روز رو قطعاً یادش میمونه، اون روز رو قطعاً فراموش نخواهد کرد. همه این 6 تا نکته‌ای که داریم میگیم یکی از دلایلش همین موضوعه. 5مین موضوع اینه که میگه اگه برنامه تعدیل نیرو دارین و به هر دلیلی باید از چند نفر خداحافظی کنین، یواشکی نرین تو اتاق باهاش صحبت کنین. احتمالاً اونایی که این کارو میکنن فکر میکنن وقت بقیه سازمان رو نگیریم، اونا دارن کار میکنن بذار به کاراشون برسن. در صورتی که شما به 10 نفر تک تک توضیح میدین موضوع رو، بعد این 10 نفر با هم دونه دونه صحبت میکنن، زنگ میزنن با این و اون صحبت میکنن، شب با اون یکی همکاره صحبت میکنن، بعد اون یکی‌ها که قرار نیست برن باز اونا هم جمع میشن بعد نهار قبل صبحانه اون ور سر اون راهروه کنار این راپله با هم صحبت میکنن در این مورد. خلاصه نباید خودمون رو گول بزنیم. در واقعیت این کار بیشتر وقت میگیره از کارمندا. باید به عنوان مدیر عامل یه جلسه عمومی بگذاریم، قشنگ همه رو دعوت کنیم، بشینیم موضوع رو توضیح بدیم، موقعیت رو تشریح کنیم. دوباره تأکید میکنم صادقانه و شفاف تشریح کنیم همه چیو و بعد بگیم که به این دلایل اینجوری شده، یه سری تعدیلاتی داریم که حالا مدیراشون بعداً باهاشون صحبت خواهند کرد و جمع‌بندی خواهد شد. بعداً مدیرا میرن تک تک با اون افرادی که قراره تعدیل بشن صحبت خواهند کرد. 6مین موضوع در مورد اخراج و تعدیل نیروی کار هم اینجوریه که وقتی آدم یکی رو اخراج میکنه یا چند نفر رو اخراج میکنه، معمولا آدم بی‌حوصله میشه، خسته میشه، دوست داره بره برای خودش مثلا یه جایی تنها باشه، سیگاری بکشه، به قول کتاب بره توی کافه تا جایی که میشه آب بخوره. بله آب بخوره. ولی این کار راحت است. شما باید زحمت بکشید، کار سخت‌تر رو انجام بدید. باید در معرض دید و در معرض افکار عمومی باشید. باز از اون جزئیات قشنگ کتاب یه دونه بگم. میگه که وقتی یه نفر چند سال یه جای کار میکنه، کلی وسایل و گلدون و ماگ و کتاب و اینجور چیزا جمع میشه تو دفترش. بعد که میخواد خداحافظی کنه، یه روزی میشه که میخواد وسایلش رو جمع کنه بذاره توی ماشین بره. حتی تا اینجا ریز میشه کتاب که میگه اون روز دور و بر اینا باشید. سعی کنید کمک کنید وسایلشون رو جمع کنن و بذارن توی ماشین. به نظر خیلی حس همدلانه ایجاد میکنه. همین که اولا تو ذهن این کارمندایی که موندن تأثیر مثبت میگذاره، همین که شاید یه روزی به همین ایشون نیاز داشته باشیم یا یه روزی لازم میشه همین آدم رو دوباره استخدام کنیم، یا اینکه مثلا این آدم خودش میره بعداً برای خودش استارتاپ میزنه، به خدماتش نیاز داریم، یا یه جایی میره توی یه شرکت دیگه استخدام میشه به عنوان یه ذی‌نفعی در شرکت همکار نیاز داریم باهاش صحبت کنیم. به هر حال قطع همکاری معنیش این نیست که یه جوری رابطه رو قطع کنیم همه پلا خراب بشن. قطع همکاری باید به همون دلایل منطقی و شفافی که بیان میشن باشه. موضوع احساسی نباید این وسط به وجود بیاد. خب این 6 تا موضوع رو در مورد اخراج نیروی انسانی و تعدیل نیروی انسانی گفتیم و حواسمون باید بهش باشه. ولی مشکل کجا 2 برابر میشه؟ کجا مشکل 3 برابر میشه؟ اونجایی که اون نفری که میخوایم اخراجش کنیم یکی از مدیران شرکت بوده، یکی از مدیران ارشد شرکت بوده.
این دیگه از اون کارهاییه که حرکت روی لبه تیغه. شما فرض کن یک حسابداری هستی، تا دیروز بهت گفتن مدیر مالی ایشونه، طبق روش ایشون کار کن. از فردا مدیر مالی یکی دیگه است. یا چه میدونم مدیر فروش شرکت آقای ایکس، امروز اخراجش میکنم، خانم ایگرگ از فردا مدیر فروشه. شما تصور کن چه بلبشویی میخواد تو واحد فروش به وجود بیاد. این وایس با اون یکی حرف بزنه، 3 نفر وایسن دم در با هم پچ پچ کنن، کارمند محبوب آقای ایکس استرس داشته باشه که وای الان مدیرم رو اخراج کردن، منو هم اخراج میکنن. کارمند مغضوب آقای ایکس خوشحال بشه که ایول اینو اخراج کردن، حالا من به این مدیر جدید نزدیک میشم، رشد میکنم. بعد یکی دیگه شب زنگ میزنه به اون آقای ایکس که آقا چی شد شما رو اخراج کردن، چطور شد چطور نشد. خلاصه هی پچ پچ و حرفای یواشکی و تیکه انداختن میشه فرهنگ شرکت. پس حرف اینه که باید در مورد هر اخراج و تعدیلی اون 6 تا نکته رو رعایت کنیم. علاوه بر اون کتاب 4 تا نکته میگه برای خداحافظی با مدیران ارشد. یه بار دیگه اون 6 تا رو مرور کنیم، بعد برسیم به این 4 تا نکته جدید. اول این که گفتیم باید نگاهمون رو به جلو باشه. دوم این که گفتیم نباید معطل کنیم. به محض اینکه تصمیم رو قطعی کردیم باید عمل کنیم و با اون فرد صحبت کنیم. سوم اینه که دلیل این کار رو خیلی صادقانه و شفاف باید بهش بگیم. چهارم گفتیم هر کسی مدیر مستقیمش باید بهش بگه که شما از فردا نیستی ممنون. مدیرها باید مسئولیت این موضوع رو بپذیرن. پنجم گفتیم یواشکی نباید صحبت کنیم. به خصوص اگه موضوع تعدیل نیروی چند نفری هست، باید اول توی جلسه عمومی مدیر عامل خودشونو مطرح کنه، بعد هر مدیری بره با زیر مجموعه اخراج شده خودش صحبت کنه. ششم گفتیم وقتی همچین اتفاقی میفته توی جمع حاضر باشیم. به عنوان مدیر، به عنوان مدیر ارشد در کنار اون آدما باشیم، حس همدلی رو ایجاد کنیم. اینا رو گفتیم، بریم ببینیم 4 تا نکته‌ای که برای خداحافظی با مدیران ارشد هم باید بهش دقت کنیم چیا هستن. اولین و مهمترین نکته اینه که علت این موضوع باید به صورت ریشه‌ای تحلیل بشه. معمولاً توی این لول مدیرای ارشد شرکت‌ها وسواس خاصی به خرج میدن توی استخدام، بنابراین دلیل یک همچی اتفاقی احتمالاً یک اشتباه سیستماتیک تو فرایند استخدامه. یعنی یا تعریفی که از اون پست داشتیم اشتباه بوده، یا عجله کردیم، مثلا برای توسعه کسب و کارمون دوست داشتیم اقدام کنیم، بعد رفتیم یه مدیر آوردیم ولی سازمان هنوز آماده یه مدیر لول بالا نبوده. خب احتمالاً ایشونو میاریم، بعد حقوق بالا هم میخواد، میگیم باشه بهت میدیم، بعد 3 ماه که میگذره میبینیم نمیشه این حقوقو داد، تازه آخر سال هم شده باز باید افزایش حقوق بدیم. بعد اون مدیر مالیمون معترض میشه که چرا به فلانی اونقدر حقوق میدین، زیاده، چه خبره، هنوز نتیجه‌ای هم نگرفته. خلاصه مجبور میشیم ازش خداحافظی کنیم. یا مثلا اون مدیر خیلی سطح توقع و بلند پروازیش بالا بوده، یا مثلا نتونستیم یه مدیر رو با خودمون و تیم مدیریتمون و اینا یک پارچه کنیم، یا اینکه مدل استخدام غلط بوده. به هر حال شما یک مشکل سیستمی دارید. کار اولی که باید انجام بدیم ریشه این مسئله رو باید پیدا کنیم و بریم موضوع رو از ریشه حل بکنیم. این مدل استخدام غلط هم حرف جالبیه. میگه اگه استخدامتون دلیلش نبود نقاط ضعف باشه خوب نیست. برای من حرفش خیلی جالب بود، نو بود واقعا. میگه چیکار کنین؟ میگه بر مبنای نداشتن نقاط ضعف نیروی استخدام نکنید. نیرویی که میخواد استخدام کنید رو بر مبنای داشتن نقاط قوت استخدام کنید. یعنی چی؟ فرض کنیم میخوایم یک مدیر فروش استخدام کنیم برای یه شرکت نرم افزاری. خب طبیعتاً گزینه ایدئال کسیه که مهندسی کامپیوتر یا نرم افزار یا صنایع خونده باشه فرضاً. بعد مثلا 10-15 سال سابقه کار داشته باشه، همش هم تو همین حوزه بازاریابی و فروش.
کلن هم تو 2-3 تا شرکت بوده، سابقه خوبی تو شرکت ها داره، 2 تاش اتفاقا تو همین حوزه ما هستن، سیگارم نمیکشه، ازدواج کرده، 2 تا بچه داره، مرد خانواده است. بچه میدونم مثلا 4 سال پیش یه MBA هم گذرونده، خوشتیپ، خوش سرزبون، حساب کتاب حالیش منظم، قدرت مذاکره. خلاصه تو ذهنمون یه گزینه ایدئال باید 10 تا فاکتور داشته باشه. اگه یکیشون خیلی خوبه، همگی بگین ماشاءالله شد که خب خدا رو شکر اون گزینه ایدئال پیدا شده. ولی طبیعتاً معمولاً اون گزینه ایدئال رو ما پیدا نمی کنیم. حالا باید چی کار کنیم؟ ذهن ما به صورت عادی میره روی نقاط ضعف. چرا؟ چون حداقل برای من که اینطور بوده، احتمالاً برای شما هم همین بوده. ما وقتی بچه بودیم اگه یکی از نمره هامون کم میشد میگفتن برو اون درس رو کلاس خصوصی بردار یا بیشتر وقت بذار قوی بشی. نمیگفتن اون یه دونه که 20 شدی رو چقدر خوبه که 20 شدی برو بچسب به همون. سیستم مدرسه ما رو طوری تربیت کرده که نقاط ضعف رو پوشش بدیم. برای همین اگه یک رزومه‌ای ببینیم، یه مصاحبه‌ای بگیریم، نداشتن نقاط ضعف برامون مهم میشه. کتاب میگه این کار رو نکنید. اگه خواستید آدم استخدام کنید و اون ایدئال رو پیدا نکردید که خب طبیعی هم از پیدا نکنیم، اگه اون نمره 100 رو پیدا نکردیم نباید بگردیم دنبال کسی که نقطه ضعف نداشته باشه. باید بریم کسی رو پیدا کنیم که از اون 10 تا فاکتور مثلا تو 3 تاش خیلی قویه. توجه هم نکنیم به اینکه احتمالاً تو 2 تا از فاکتورها خیلی ضعیفه. پس چی شد؟ میگه وقت استخدام تمرکز و توجهتون رو بگذارید روی پیدا کردن کسی که چند تا از نقاط قوت مورد نیاز شما رو به اندازه زیادی داره. نه اینکه بگردید کسی رو پیدا کنید که نقطه ضعف نداشته باشه. دلیلش هم اینه که اگه دنبال آدم نقطه ضعف ندار بگردیم، احتمالاً میتونیم کسی رو پیدا کنیم که در مجموعه ای از عوامل و فاکتورها متوسطه. بعد اینطوری شرکتی رو میسازیم متوسط. این کار خوبی نیست. ما باید روی وجود نقاط قوت تمرکز کنیم، نه نبود نقاط ضعف. خب پس نکته اولی که در مورد برکناری مدیران ارشد گفتیم اینه که دلایل ریشه‌ای این قضیه رو باید پیدا کنیم. بعد گفتیم ریشه‌ش هم برمیگرده به استخدام و یه نکته بی‌نظیر در مورد استخدام گفتیم. دومین نکته اینه که وقتی یه مدیر ارشد رو می‌خوایم برکنار کنیم باید حواسمون باشه هیئت مدیره رو هم با خودمون همراه کنیم. برای این موضوع خب باید دلایل رو بهشون بگیم. بعد احتمالاً باید یک بسته مزایای پایان خدمت برای اون نفر تهیه کنیم و چون بسته بزرگی هم میشه معمولاً یه تاییدیه بگیریم برای این موضوع. ضمناً کتاب میگه مواظب آبروی اون نفر هم باشیم. یه جاهای دیگه خیلی ریز میشه، خیلی عملیاتی توضیح میده موضوع رو. مثلا یه همچین موضوعی رو میگه زنگ بزنید دونه دونه به اعضای هیئت مدیره، زنگ بزنید خصوصی صحبت کنید باشون. بعدش دوباره بیاید توی جلسه هم مطرح بکنید. اینجوری به ظاهر یکم بیشتر وقت میبره ولی میصرفه، کار خوبیه. سومین نکته اینه که ما باید خودمون رو برای یک گفتگوی شفاف و صادقانه و منطقی آماده کنیم که در مورد این موقعیت‌های این مدلی بازم بالاتر گفتیم دیگه. خیلی صریح و شفاف و قاطع باید حرفمون رو بزنیم. اینجا جای تعارف و من فکر میکنم و جملات این مدلی نیست. باید با من تصمیم گرفتم شروع کنیم صحبت رو. اون مزایای پایان خدمت هم یادمون نره. بعد از زحمات و خدماتی هم که تا حالا ارائه دادن بهمون تشکر بکنیم و خلاصه به گونه‌ای صحیح یک جلسه سخت رو مدیریت کنیم. چهارمین نکته آماده سازی ارتباطات شرکته.
موضوع اینه که ایشون تا دیروز مثلا مدیر فروش بوده، یه تعداد نیرو داشته، با مدیرای دیگه کار میکرده. به هر حال این فرد یک ارتباطاتی داشته که باید اینها مدیریت بشه. ترتیبش هم اینجوریه که اول اون آدمایی که مستقیم با مدیر کار میکردن باید بهشون بگیم که الان این پوزیشن این مدیر خالی شده و ما با ایشون خداحافظی کردیم. مثلا دنبال مدیر فروش جدید میگردیم، یا مثلا دیگه مدیر فروش نخواهیم داشت، معاون بازاریابی فروش همزمان این نقش رو ایفا خواهد کرد. یا مثلا حسن رو ارتقا میدیم، از این به بعد حسن مدیر فروشه. به هر حال کارمندای مستقیم اون مدیر خیلی واضح و روشن و خیلی سریع باید بدونن که وضعیت از این به بعد چطور خواهد شد. دومین مرحله هم سایر افرادی هن که با ایشون کار میکردن، مثلا مدیرای دیگه، مدیر مالی، برنامه‌ریزی، بازاریابی. و مرحله سوم هم سایر اعضای شرکتن. یه نکته‌ای هم داخل پرانتز بگم خارج از کتابه. من وقتی این قسمت رو میخوندم شخصا دوست داشتم ببینم یه بندی، یه بخشی هم گذاشته در مورد روابط بیرونی مدیر، چون با این چالش قبلا هم برخورد کردم چندین بار. مثلا همین مدیر فروشی که گفتیم، ایشون با همه مشتری ها در تماس بوده. یا مثلا مدیر خرید، مالی، هر کی هر جایی باشه با یه تعدادی از ذی‌نفع‌های بیرونی سازمان در تماس بوده و نماینده شرکت ما پیش اونا بوده. این رابطه هم باید به گونه مناسبی مدیریت بشه. نمیدونم، شاید چون خیلی بدیهی بوده اینجا توی کتاب نیاورده این موضوع رو، ولی من بارها دیدم همین بدیهیات رو آدم فراموش میکنه. به نظرم جا داشت که این نکته رو به این قسمت اضافه بکنیم. پس یاد گرفتیم که 6 تا نکته رو در مورد تعدیل و برکناری رعایت کنیم. علاوه بر اون این 4 تا نکته رو در مورد مدیران ارشد باید انجام بدیم. اول گفتیم تحلیل ریشه‌ای، دوم هماهنگی با هیئت مدیره و همراه شدن اونها، سوم آماده شدن برای یک جلسه سخت، منطقی و شفاف و دوستانه، و چهارم آماده سازی ارتباطات درون شرکت و بیرون شرکت. خب در مورد موقعیت‌های سخت اخراج و تعدیل و خداحافظی صحبت کردیم. دیگه برگردیم به خط داستان. وقتی از اون دوران لود کلود گذشت و تعداد زیادی از کارمندا از مجموعه جدا شدن، حالا فرقی نداره چه کلاً جدا شدن چه اونایی که با لود کلود رفتن به EDS. به هر حال تعداد زیادی از کارمندا از شرکت خارج شدن و 80 نفر باقی موندن. این 80 نفر باقی مونده یک نگاه کوتاه فکرانه اینه که خیلی کار خاصی نداشته باشیم، یه جلسه بذاریم نیم ساعته و بگیم اونایی که اخراج کردیم خوب نبودن، شما خوب بودین نگهتون داشتیم، یه منت هم به سرشون بذاریم و تا حالا کارتون این بوده، از این به بعدم اینه، برید اونجا سر جاتون بشینید کار کنید، بعدم بریم سراغ کارهای اجرایی خودمون. خیلی ها اینجوریان، ولی آقای بن هورویتز اینجوری نبود. خیلی های دیگه هم سعی میکنن معلم انگیزشی بشن و ما میتوانیم و وعده های تو خالی، که آقای هورویتز این مدلی هم نبود. چه مدلی بود؟ یه مدلی بود که ما الان کتابشو بخونیم. چیکار کرد؟ یه هتل گرفت بیرون شهر، 40 تا اتاق. ورداش همه رو برد هتل، یک شب خوشگذرونی. فرداش هم جلسه. مهمترین نکته‌ای که در مورد جلسه میگه اینه که سعی کردم اون روز تا جایی که ممکنه صاف و ساده باشم. اونجا به همه میگه که هرچند نظر وال استریت و تحلیلگرها روی این ایده آپسور خوب نیست، ولی من فکر میکنم آینده داره. اینم اصلا یک کار جدیده، یک بیزنس مدل جدیده، یک چالش جدیدیه. اگه هستین که بسم الله، اگه نه که چراغا رو خاموش میکنم. هر کی میخواد بره همین الان بره. من میخوام همه کارمندایی که میمونن رو سهامدار کنم تو شرکت. ولی اگه تو فکرتونه که برید جای دیگه همین الان برید. اگه هم میخواید برید ناراحت که نمیشم، هیچ، کمکتون هم میکنم کار خوب پیدا کنید.
به این سطح انتظاری هم که بن داره توجه کنیم دیگه. سطح انتظارش از کارمندا این نیست که خب یه روزی روز خوبمون بوده، اون روز من شما رو آوردم استخدام کردم، حقوق دادم، حالا هم روز بدیه شما باید 6 ماه برای من بدون حقوق کار کنید. نه، سطح انتظارش سطح درستیه. اون روز 2 نفر رفتن و 78 نفر باقی موندن، ولی حسنش اینه این 78 نفری هن که میشه روشون حساب کرد. 78 نفری که یه چیزی ازشون گرفت، یعنی یه تعهد اخلاقی برای موندن و همکاری، و یه چیزی هم بهشون داد که البته شکلش سهام بود، ولی اصل موضوع همین تعهد متقابل بود. بعد از این جلسه بیرون شهر اولین کاری که باید میکرد این بود که قیمت سهام رو ببره بالا. به هر حال شرکتی که الان 60 میلیون دلار پول داشت، یادمون نرفته دیگه، وقتی لودکلود رو فروختن 60 میلیون دلار پول داشتن، 20 میلیون دلار هم قرارداد داشت و ضمناً اون تیم عالی رو داشت. یه همچین شرکتی نباید سهامش 35 سنت می بود. میشد شرکتی خرید، سهامی ادغام کرد، ولی بن حس میکنه این داستان و این چیزی که واقعاً الان توی دستار کافیه. بنابراین روی همون موجودی پول و قرارداد و محصول و تیم وای میسته و داستان خودشون رو تعریف میکنه. قصه میگیره و سهام شرکت از 35 سنت میرسه به بالای $1. کار بعدی که باید انجام میشد این بود که یه محصول قابل فروش تولید بشه. حواسمون هست دیگه، تو 2 پاراگراف قبلی 2 نقش مدیرعامل رو گفتیم، اینجا باز یه نقش دیگه ای میخوایم بگیم. اصلا رهبر سازمان باید همینطور چند وجهی باشه و باید همینقدر نقش‌های مختلفی که بازیکنه رو باید بدونه. یه دوری باید کار منابع انسانی انجام بده، یه جایی نقش رهبری داره، یه جایی مدیریت محصول مهمه، یه روز مسائل مالی اولویت داره. مدیرعامل باید چند وجهی باشه. این بار نوبت وجه مدیریت محصول مدیرعامل بود. درسته که یه محصولی داشتن که لودکلود هم مشتریش بود، ولی الان باید یه محصولی می ساختن که بشه به بقیه هم فروخت. کار سختی هم هست. توی همچین شرایطی باید نوع نگرش عوض بشه. حالا اینا توی موقعیتی بودن که مدیر مالی داشتن که حسابداری محصولای نرم افزاری رو نمیدونست. سرپرست فروشی داشتن که توی اون حوزه قبلی خوب بود ولی تا حالا نرم افزار نفروخته بود. یا سرپرست بازاریابی داشتن که شناختی از این بازار نداشت. همشون آدمای خوبی بودن. اصلا تو شغل قبلی خودشون فوق‌العاده بودن. ولی خب تو این بازار جدید، تو این کار جدید حرفه‌ای نبودن دیگه. خلاصه این که تیم مدیریت ارشد هم تغییراتی کرد، تیم بازسازی شد، استراتژی جدید تبیین شد، محصول هم آماده شد و شروع کردن به جذب مشتری. قیمت هر سهم به بیش از $7 رسید. انگار همه چیز داشت خوب پیش می رفت و دیگه افتاده بودن روی غلطک. ولی دیری نپایید که غلطک افتاد رو شرکت. با اینکه اخیراً چند تا مشتری هم پیدا کرده بودن، ولی هنوزم بزرگترین مشتری همون EDS بود. بزرگترین مشتری که چه عرض کنم 90% درآمد شرکت از EDS بود. بقیه همه رو جمع می‌کردی 10% هم نمی‌شد. یه شرایطی مثل تولید کننده قطعات خودرو که باید قطعاتشون رو بفروشن به تولید کننده فقط، یا اونایی که مشتریشون بخشای دولتی و خصولتی و اینا هست. اینا همشون این مشکل رو دارن که یه دفعه ممکنه یه اتفاقی بیفته همه چیز به هم بریزه. توی یکی از اپیزودا داستان شرکتی رو تعریف کردم که یه کارخونه‌ای راه انداخته بودن از این کنتورهای گاز تولید می‌کردن فقط برای اداره گاز. خب اونا هم یه روزی اوضاعشون خراب شد، آپسویر هم اوضاعش یه روزی همینجوری به هم ریخت. به هر دلیل که ما کاری باهاش نداریم،
شرکت EDS از عملکرد نرم افزار آپسور ناراضی بودن. موضوع هم اینطور به نظر می رسید که یه سری مشکلات فنی هست و سیستم کنده و از این صحبت ها. آقای مدیر عامل جیسون روزنتال و آنتونی رایت رو میخواد و میشینه جلسه میکنن، بهشون میگه اگه این قرارداد رو از دست بدیم همه چی تمومه، داغون له له، برید این موضوع رو هر جوری که هست حلش کنید. خلاصه اون 2 نفر پا میشن میرن تگزاس برای جلسه و ریشه یابی میکنن موضوع رو. یه نکته‌ای هم اینجا بگم، فکر کنم اشاره کرده بودم، موضوع خیلی قهرمان بازی و قهرمان سازی و اینا نیست. هر جا هر مشکلی شد بگی بذار من خودم بیام حلش کنم، راه درستی نیست، کار خوبی نیست این کارا. مدیر عامل کارش این نیست، اتفاقاً کارش اینه آدم‌هایی رو اطراف خودش داشته باشه که بتونه برن این موضوعات رو حل کنن. جاهای مختلف کتاب میبینیم و میخونیم که متناسب با موقعیت نفراتی رو کنار خودش داشت که اون کار رو بتونه بهشون بسپاره و اتفاقا این کار رو هم میکنه. خلاصش کنم داستان رو، این 2 نفر میرن تگزاس، جلسه فنی غیر فنی، در نهایت به یک ضرب الاجل 60 روزه میرسن که اگه تو این 60 روز محصولشون تونست مدیرای EDS رو راضی کنه که اوکیه، اگه نه دیگه شرمنده، قرارداد رو فسخ میکنی. خلاصش کنیم کلی کارهای فنی میکنن که سیستم سریعتر بشه. بعد اون وسطا به این میرسن که اگه میخوایم اینا محصول ما رو داشته باشن و با همون کار کنن، باید بریم فلان شرکت رو بخریم، اون محصول اونا رو بذاریم کنار محصول خودمون، رایگان بدیم به اینا. خیلی حرف عجیبی ها. تو این وضع عجیب، تو این اوضاع عجیب غریب، یکی اومده به مدیر عامل میگه بریم یه شرکت دیگر رو تازه از این به بعد بخریم که محصول اونا رو رایگان بذاریم کنار محصول خودمون که اینا از محصول ما استفاده کنن. ولی این تصمیم سخت رو اون 2 نفری که گفتم بهتون و آقای بن میگیرن. این که این شرکت رو بخریم خودش کار عجیب و غریبیه که هیچ، توی این مدت محدود باید این شرکت رو بخریم. جالبه که همه این کارهای عجیب و غریب رو انجام میدن و شرکت تانگرام رو میخرن. تا همینجا داشته باشین. باز یه داستان جانبی دیگه هست، اون رو هم داخل پرانتز بگیم، باز برمیگردیم. اون نکته که میخوام بگم اینی که این جمله که میگیم شرکت تانگرام رو خریدن یه جمله است ولی توش کلی کار داره. مثلا این که ادغام چجوری باشه، ساختار چی بشه، مالکیت معنوی رو چجوری منتقل کنن، نیروی انسانی کدوماش بمونن کدوما اخراج بشن، وقتی ادغام شد سیستم چجوری باشه، کی مسئولیتش چی باشه، به مشتری قدیمش چی بدیم، به مشتری جدید چی بگیم، همه اینها و خیلی چیزای دیگه باید در مورد همه اینها قبل از نهایی شدن خرید صحبت بشه و تصمیم گیری بشه. فرایند ادغام خودش یه کاریه، یه پروژه‌ایه، یه تخصصیه. این اصلا وسط این پروژه یه داستانی هم اتفاق میفته. اون شرکت تانگرام یه مدیر مالی داشته که تو همین جریان‌ها و با همین برنامه‌ریزی که انجام داده بودن قرار شده بود ایشون اخراج بشه. فرایند ادغام که انجام شد اواخرش به اون جایی رسید که خواستن خبرای نهایی رو بدن، فهمیدن ایشون یه تومور بدخیم داره توی سرش. بعد اون زمان یه قانونی هم بوده که اگر اخراج میشد یه مشکلی توی موضوع بیمه و بیمه بیکاریش و اینا به وجود می اومد. از لحاظ قانونی و منطقی و شرعی و عرفی هیچ مشکلی نداشت این کار. ولی در نهایت لحظه آخر بن و همکاراش تصمیم میگیرن به ایشون کمک کنن. کمکی که میگیم انجام بدن یه چیزی نزدیک $200,000 هزینه داشت. مجانی نبوده، کمک $200,000 هزینه داشت. این کار رو میپذیرن و با یک هزینه 200,000 تایی بهشون کمک میکنن. این کارشون و این همدلیشون توی ارتباط بین نیروهای 2 شرکت و تعهدشون شدیداً تاثیرگذار شد. اصلا به همین دلیله که میگه شما به عنوان مدیر عامل باید مراقب افراد، محصولات و منفعتت باشی.
اگه اپیزود اول رو شنیده باشید حتما یادتونه که یکی از سوالا این بود که ارزش‌های اساسی شما چگونه مشتری‌ها، کارکنان و سهامداران را اولویت بندی می‌کند. اینم تقریباً حرفش همونه و پاسخی هم که میده شبیه به پاسخ آقای سایمونزه. ولی اون یه ذره تو لفافه گفته بود. این آقای بن هارویتز خیلی حرفش رو مستقیم میگه اول افراد، دوم محصولات و سوم منفعت. یه بار دیگه بگم، شما به عنوان مدیر عامل باید مراقب افراد، محصولات و منفعتت باشی. پرانتز رو ببندیم، برگردیم به داستان اصلی. خلاصه این شد که تانگرام رو خریدن و کنار محصولاتشون ارائه دادن. مدیرای EDS هم خوشحال، همه چی آروم. داشت همه چی آروم پیش میرفت و 3 مشتری دیگه هم گرفته بودن که سر و کله یه رقیب جدید پیدا شد. بلید لاجیک. محصولشون به لحاظ فنی بهتر بود، سریعتر بود، راحتتر بود. باز قیمت سهام ریخت. هر سهم شد $2.9. خب طبیعتاً با این روندی که اومدیم احتمالاً در مورد کاری که باید بن انجام بده آشنایید. بله، باز همه رو جمع کرد، جلسه و اینجوری شروع کرد که خبر بدی دارم براتون. یه رقیب قوی داره میاد تو بازار. اگه بتونیم شکستش بدیم ما میمونیم و میشیم یک بازار. اگه نتونیم اون برنده میشه، ما حذف میشیم. یه دونه تیر داریم توی هفتیرمون، باید دوئل کنیم. باز احتمالاً چراغا رو خاموش کرد، گفت هر کی میخواد بره، هر کی هست امروز که رفت خونه با خانومش، با شوهرش، با بچه‌هاش صحبت کنه، بگه شرمندتون بن منو 6 ماه لازم داره. مجبوریم یه دوره شبانه روزی کار کنیم. نکتهش اینه، ما معمولا فکر میکنیم این یه درخواست اضافه یه کار زشتیه، یه چیزیه که آدم باید حس بدی داشته باشه. خود بن هم همین حس بد رو داشت، ولی بعدن میفهمه که یکی از بهترین خاطرات همکارانش همون دوره 6 ماهه بوده. یه جمله‌ای هست انگیزشی طور، میگه آدم‌ها حاضرن برای پول یه اندازه‌ای، برای یه مدیر خوب یه اندازه‌ای و برای یه دلیل خوب 24 ساعت کار کنن. این همینه، واقعا مثالش اینه. 8 صبح تا 10 شب کار کردن و محصول جدید رو طراحی کردن. این 8 صبح تا 10 شب کار کردن کسی اعتماد میکنه، کسی حاضر از خود گذشتگی کنه به خاطر مدیری که قبلاً باور کرده بهش. یعنی اون رابطه، اون کار قبلیه که از اون موقع انجام دادن با هم به یه باوری رسونده که اینجا هم کارمندا نه با ناراحتی، با خوشحالی حاضرن اینجوری کار کنن. این طراحی نسخه جدید محصول هم یه سری چالش هایی داره که جالب توجهه. مثلا یه جایی میگه مهندسامون میپرسیدن چرا باید این کارو بکنیم. الان این قسمت محصول داره کار میکنه، یه عده‌ای هم معتقدن همین خوبه، چرا باید عوضش کنیم، از پایه یه چیز دیگه درست کنیم که معلوم نیست کی خوشش بیاد کی خوشش نیاد. جنس حرفه، جنس همون حرفیه که ملت میزدن میگفتن خودرو چیه، درشت خوبه، اسب خوبه. ولی کاری که بن میکنه اینه که میگه آقا وظیفه مشتری نیست که بگه چی خوبه چی بده. مثل اپیزود قبلی که گفتیم اگه از یه مشتری بالقوه بپرسیم، سوال کنیم، سوال بد کنیم، به همون دروغ میگه. سرتون رو درد نیارم. محصول جدید رو طراحی میکنن، مدیر فروش جدید میارن، بعد فرایند فروش رو بازنگری میکنن جز به جز. بعد باز یه شرکت دیگر رو میخرن که از محصولش استفاده کنن و خلاصه آپسور میشه یه شرکت خوب و قوی و مستحکم. سالی $150 میلیون قرارداد فروش، قیمت سهام بالای $6، ارزش شرکت یه چیزی نزدیک $800 میلیون و همه چی آروم و همه چی عالی. احتمالاً دیگه گول نمیخورید. هر وقت به جایی میرسیم که همه چی آرومه، یه دفعه یه چیزی میشه همه چی میترکه.
الان که داریم به اواخر اپیزود نزدیک میشیم هنوز هم همه چیز پر از تلاطمه. اصلا یک جمله نقل میکنه از همکارش مارک اندرسن، میگه بهترین چیز استارتاپ ها همینه، فقط 2 جور حس رو تجربه میکنی، سرخوشی و هراس. بگذاریم یادمونه که شرکت سهامی عام شده بود و همه چیز شفاف بود، همه میدونستن چی شده چی نشده. یه سری شیطنت‌های ریز و درشتی هم این وسطا میکردن دیگه. مثلا یه عده جمع میشدن میگفتن بن دیگه مدیر عامل نباشه، یا چه میدونم یکی میومد میگفت آقا شرکت شما چنده، من الان کلشو میخرم. طبیعتا با توجه به وضع شرکت جواب این بود که نه، ما فروشی نیستیم، وضعمون خوبه، همه چی خوبه، فروشی نیستیم. یه بار یه شرکتی پیشنهاد خرید داد، بعد خبرش پخش شد ارزش هر سهم شدیداً رشد کرد، هر سهم شد $9.5. بعد این خبر پخش شده بود، ارزش سهامش هم داشت میرفت بالا، هیچی دیگه. یه شرکت دیگه هم اومد گفت آقا ما هم هستیم، بده من میخرم. بعد باز این خبر پخش شد، ارزش سهام رفت بالاتر. باز همینجوری. خلاصه این که رسید به جایی که 11 تا شرکت خواهان خرید آپسویر بودن. چند؟ به ازای هر سهمی بین $10 تا $11 که هنوزم جواب از سمت شرکت منفی بود. یه روز تو جلسه هیئت مدیره یه نفر میپرسه که خب فلان شرکت هم میخواد، نمیفروشیم دیگه؟ میگن نه. بعد میگن خب اگه به این قیمت نمیفروشیم چند بخرن میفروشیم؟ سوال جالبی ها. خلاصه میشینن حساب کتاب میکنن اینور اونور، میگن 14. هر سهمی رو $14 اگه بخرن ما میفروشیم. یعنی 40% بالاتر از اون چیزی که مشتریا میخواستن. سرتون رو درد نیارم، داستانشو مفصل تعریف میکنه، بالا پایین جلسه مذاکره. در نهایت شرکت HP آپسویر رو با قیمت $1.65 میلیارد، یعنی به ازای هر سهم $14.5 به تملک خودش در میاره. و دیگه داستان آپسویر رو بن هارویتس هم تموم میشه. بعد از اون بن 1 سال میره توی HP برای اینها کار میکنه و بعد از اون فکر میکنه وقتشه من برم یک VC بزنم. اینجوری میشه که به مارک اندرسن پیام میده، اونم میگه منم داشتم به همین فکر میکردم. خلاصه اینجوری میشه که شرکت اندرسن هوروویتس سال 2009 راه میافته. کم کم دیگه بریم این اپیزود رو جمع بندی کنیم. تو این اپیزود ما از کتاب سختی کارهای سخت خارج نشدیم. سعی کردیم داستان رو بگیم و در خلالش داستان اون درس‌هایی که میشه از کتاب گرفت رو تعریف کنیم. از دوران جوانی و شروع به کار آقای بن توی سیلیکون ولی گفتیم. اینکه توی گرافیک سیلیکون کار کرد، بعد توی نتفلیکس کار کرد و کل این فرایند توسعه استارتاپ رو دید. از زمانی که ایده بود، بعد رشد کرد، عرضه عمومی شد، سهامش چند برابر شد، بعد شرایط سخت شد و شرکت رو فروختن و اگزیت کردن. بعد گفتیم که یه تیمی جمع شدن همونجا و رفتن لودکلود رو راه انداختن و اینجوری شد که بن شد مدیر عامل. بعد روند توسعه لودکلود رو گفتیم، خیلی عجیب و غریب رشد کردن. اون وسطای جا لازم شد چند تا از همراهان اولیه رو از مقام مدیریت ارشدی تنزل بده. بعد در مورد مشکلات متعدد بعدی گفتیم، اگزیت از لودکلود و شروع یک استارتاپ جدید به نام آپسویر. گفتیم که چطور باید از خاکستر یک استارتاپ بلند شد و کار جدید رو انداخت. در مورد برکناری یا اخراج کردن صحبت کردیم. 6 تا نکته گفتیم، بعد 4 تا نکته گفتیم در مورد برکناری مدیران ارشد، حرفایی که جاهای دیگه دیده و شنیده نمیشه و نشده. و در نهایت گفتیم که چطور از آپسویر هم اگزیت کردن. حالا که حرف از اگزیته، بگم که یک پادکست حرفه‌ای تخصصی و پرمغز داریم تو حوزه استارتاپ به نام اگزیت کست. هم خودشون این کارن، هم تیم پادکستشون و هم محتوای اپیزودهاشون عالیه. اپیزودهای مختلفی هم دارن، مصاحبه‌ای دارن، خلاصه کتاب دارن، انتقال تجربه دارن. خلاصه
یه مجموعه کاملیه که پیشنهاد میکنم از دست ندید. چیزی که شنیدید قسمت 12 پادکست پاپیروس بود که در مهر 1400 ضبط شد. تو این قسمت ما در مورد سختی‌های کارآفرینی و راه اندازی استارتاپ صحبت کردیم. شاید صحبت‌هایی که کردیم صحبت‌های سختی بود. خیلی شور و هیجان نداشت، خیلی امیدوار کننده نبود. مثل حرفای انگیزشی نبود. ولی هر چی که بود، قصه ما راست بود. این لحظه‌های سخت توی کار وجود دارن. به قول کتاب، اگه آماده نیستیم بین گزینه‌های وحشتناک و فاجعه آمیز انتخاب کنیم، نمیتونیم مدیر عامل بشیم. اگه میخوایم بشیم، باید این چیزا رو بشنویم، یاد بگیریم واسه اون روزای سخت آماده بشیم. قسمت بعدی پادکست اختصاص داره به کتاب از صفر به یک پیتر تیل. ممنون از اسپانسر این قسمت زیتل. ممنون از شما که میشنوید و معرفی میکنید و پیام‌های محبت آمیز میفرستید. تک تک پیام‌ها رو میخونیم و دلگرم میشیم به ادامه این مسیر. اگه تو اپل پادکست میشنوید یه خواهش جدی دارم، یه کامنتی هم برامون اونجا بگذارید لطفاً. میتونید رنگ هم بدید به پادکست. نمیدونم چجوریه که فیدبک کمی روی اپل پادکست میگیریم. اگر اونجایید هوای ما رو بیشتر داشته باشید لطفاً. پادکست اگزیت رو هم معرفی کردم که لینکش رو میگذارم توی توضیحات. معمولاً برای پادکست هایی که معرفی میکنم توی سایت پاپیروس هم یک پست میگذارم. از اونجا هم میتونید پیداشون کنید. کلاً هر از گاهی یه سر به سایت بزنید بد نیست. تا قسمت بعدی مراقب خودتون باشید و تا قسمت بعد خدا نگهدار.